نورالینک، یه شرکت نوروتکنولوژی که توسط ایلان ماسک توی سال 2016 ساخته شد. این شرکت یه سری رابطهای کاشتنی مغز رایانه ساخته که برای کمک به افرادیه که دچار مشکلات عصبی شدید هستن یا اینکه پلژی دارن و به اونها کمک میکنه با دنیا ارتباط و تعامل برقرار کنن. محصول اولیه نورالینک یه دستگاهی به نام دلینک هستش که یه ایمپلنت کوچیک اندازه یه سکه است که توسط یه سری سیم‌های بسیار نازک به مغز وصل میشه. این ایمپلنت میاد فعالیت‌های مغز رو ضبط میکنه و دیتاها رو به صورت بی‌سیم به دستگاه‌های خارجی مثل چیا، مثل موبایل و کامپیوتر انتقال میده و فرد میتونه فقط با افکارش اون کامپیوتر یا اون موبایل رو کنترل بکنه. اینجوری بیمارا میتونن با اتصال به موبایل یا کامپیوتر سرچ بکنن، تایپ بکنن و حتی پیام ارسال بکنن. میتونن از طریق سیگنال های مغزیشون بازی‌های کامپیوتری انجام بدن. میتونن اعضای مصنوعی خودشون رو کنترل بکنن و حرکات ظریف‌تر و دقیق‌تری داشته باشن. و توسعه جدید نورالینک توسعه بلایند سایت هستش که در سپتامبر 2024 اعلام شده و اینطوریه که میشه تا سطحی بینایی افراد نابینا برگردونده بشه، اما این در صورتیه که قشر بینایی مغزشون آسیب ندیده باشه.